در ناحیه وخش ولایت ختلون در دایره اعلان سال 2021 سال بین المللی میوه و سبزوات، چورابینی اطلاعاتی و فرهنگی تحت شعار میوه و سبزوات غذای اساسی شما برگزار شد. در این چورابینی نمایندگان وزارت‌ها، کمیته‌ها، مقامات محلی و تشکیلات‌های بین المللی شرکت ورزیدند. این کتابچه‌ای که دیدید در دست من هست، در این کتاب نشان داده شده است که از میوه‌ها و سبزوات تاجیکستان چقدر طعم‌ها می‌شود پخته. چورابینی مذکور با دستگیری برنامه عضوخواری جهانی سازمان ملل متحد، سازمان عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد و پژوهشگاه غذای ساحوی فدراسیای روسیه در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش میان دایره وسیع اهالی و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه گذرانیده شد. صحن مکتب با انواع غذای گوناگون، میوه و سبزوات با صفت و خوش‌طعم وطنی، تصویر و رسم‌های کشیده خوانندگان و مواد اطلاعاتی و معرفتی آرا یافته بود. دوام روز کودکان و کلانسالان درباره منفعت‌های غذایی سالم و اهمیت و افضلیت آن معلومات گرفتند. اشتراکچیان جشنواره خوراکواری از نمایشگاه‌ها، نمایش‌های خوراکپزی و تئاتری حلاوت بردند. می‌خواهم در درخت حیات جای خود را داشته باشم. در جریان چورابینی بین خوانندگان آزمون رسمکشی برگزار شده، غالبان با تحفه‌های خاطروی سزاوار گردیدند. باید گفت که غذا در انکشاف جسم و ذهن خوانندگان اهمیت مهم دارد. سالهای اخیر در صحن مکتب‌ها، گرمخانه‌ها بنیاد گردیده خوانندگان با میوه و سبزوات تر و تازه تأمین می‌گردند. چون این تدبیرها عاید به تبلیغ سال بین المللی میوه و سبزوات در تاجیکستان نیز من بعد ادامه خواهند یافت تا غذای سالم خصوصا در بین کودکان و اهالی ترغیب و دسترس کرده شود. جهت بلند برداشتن معرفت ساکنان دایر به استعمال غذای سالم با آنها مواد فراوان اطلاعاتی و معرفتی که مضمون و محتوای آنها تشویقگر انتخاب و در شکل‌های گوناگون آماده کردن خورش و طعام‌های برای مکتبچگان منفعت آور بود، دسترس اهالی گردید. از روی مجموعه دستورهای غذای مکتبی هنرمندان با استفاده از میوه و سبزوات خورش‌های گوناگون و افشوره‌ها را آماده کردند که برای تشکل یافتن فرهنگ استفاده غذای مکتبچگان مساعدت می‌نماید. سال 2021 از جانب اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد سال بین المللی میوه و سبزوات اعلان کرده شد تا آگاهی درباره تبادل تجربه پیشقدم عاید به منفعت‌های غذایی و استعمال میوه و سبزوات گذرانیده شود.